من بخشد که رسول الله اذیت دادم. الله تعالی میگه که ان الذين يؤذون الله ورسوله، آنهایی که الله و رسولش رو اذیت میدهد در دنیا و در آخرت لعنت کرده میشد. اونایی که پیغمبر تحقیر میکنیتون، شریعتی الله تعالی خرافات میگویتون، آمادگیتون بینیتون به لعنت های الله تعالی، لعنتی که تا قبرتون امراتون میدراید. کسی که الله و رسولش رو اذیت میدین اونها رو الله لعنت میکنه، از رحمتش دور میکند، هدایت نمیکنه، به بلاها و عذابهای علم آور گرفتار میکنه. ذاتی که شما را آفرید، ذاتی که برای شما حیات داد، رزق داد، بازگشتتان به نزد الله است، چه اینقدر کلانیگری میکنید؟ فدرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین. اگر شما اینقدر زور باشید، اینقدر از الله تعالی بی حاجت باشید، الله تعالی میگه فدرؤوا عن انفسکم الموت، از خودتان موت دور کنید، نمورید. الله تعالی برای شما اجل موندگی هست، وقت و ساعت دادگی است. سپارش میدهد فرشته ملک الموت که رفته جانی فلانی گیر گفته، همون لحظه شما سپارش الله تعالی این کار کنید و مردم ما میگن که فلانی بندگی را به جا آورده است میگن، یعنی معنیش وفات کرده است. فلانی بندگی را به جا آورده است میگن. برای چی روزی وفاتش میگن؟ برای اینکه الله تعالی گفت که وفات کن، گفت هلاک شو، گفت هلاک شد. نماز خوان، گفت نماز نخواند. ضد شریعت گپ نزن گفتگی بود، گپ زده بود. بندگی را اجرا نکرد. لیکن امروز بندگی به جا آورده است. فلانی بندگی را به جا آورده است، خبر میبیاره فلانی مرده است. بندگی را فدرؤوا عن انفسکم الموت. الله تعالی میگه که اگر شما زور باشید، دشمنی الله باشید، همین فرمان الله تعالی آیدی مرگ شما وقتی که صادر میشد همون فرمان اطاعت نکنید، نمورید. همون روز میتونید، نتونید پس توبه کنید. بازم الله تعالی مهربان است، میبخشد، کریم هست.